منو چرب سفته ز باران تیر، من اسبمم که زیر پام بود سفته سوراخ شدیم از اون تیراندازی که سربازای اسکندر کردن. منو چرب سفته ز باران تیر، فتادم ز پالا همیدون بدیر. پالا دوباره همون اسبه. زمان آمدن در برم اسوار، زمان اینجا مرگه، همه از مرگ میترسن. زمان آمدن در برم اسوار، بدیدم مرو را چو خرم بهار. همه مرگ اینطوری میرن، من این بهار خرم دیدم. ستاده به ناخن، یعنی خبردار باشد. ستاده به ناخن به کش کرده دست، خبردار باشد. بگفتا زه حاضر بدین نازش است. مرگ به من گفت آفرین دمت که مرگم خوشش اومده. مرگ مرده. یکی کار کردی بند در جهان، بگیرن به یاد از مهین و مهان. زمانم گرفتن فیاوارم است. مرگ کارش گرفتنه دیگه. مرگ فیاوار یعنی کار. زمانم مرگم کارم گرفت. زمانم گرفتن فیاوارم است. نمانم هر آن کو فتادم بشست. نمیدارم بمونه هر که تو قلابم بیفته. کشم من مرو را که خود زنده نیست، و اگر زنده باشد به مردن یکیست. من اون آدم هایی رو میکشم که زنده مردهشون یکیه، اما آدم که 2500 سال نامش هست بس چیه؟ ما این خاک دیگه. اونی که باید رستم به خاطر نامش اسفندیار رو کشت. داستان در مردم باید کار ندارم. کشم من مرو را که خود زنده نیست، و اگر زنده باشد به مردن یکیست. نه آن مردمی را که تا زنده اند، همه تخم مردی پراکنده. اینجا مردی صفت ها، نه که مرد فقط مثل من سیبیل گنده داشته نباشه. نه، مردی صفته. نه آن مردمی را که تا زنده اند، همه تخم مردی پراکنده. کنون دیده بر هم نه پهلوان، انوشه بمانی بند در جهان. مرگ به آریو برزن میگه الان چشتو ببند. مرگ به آریو برزن میگه الان چشتو ببند. انوشه بمانی بند در جهان. تو جهان جاودانی، چشتو ببند، آروم باش. که بعدش اسکندر میاد بالا سرش، دشمنه ولی مرد خوشش میاد بالا سرش، نوازشش میکنه، باش چقدر صحبت میکنه. من نمیخواستم که به دست من کشته بشی، اما چاره از دست من گرفت. من مجبور شدم. دیدم یک سپاه 100,000 نفری نمیدونم با شمشیر به تو جنگم. مجبور شد تیربارانت کردم. منو چرم سفته زبان تیر 100,000 تا تیر اومد سمت دیگه. من کاری نمیتونستم بکنم. پوزش میخوام. خیلی عالی، خیلی عالی استاد بیرامی. خیلی متشکرم. خیلی عالی، خیلی عالی.